مکتوبش خوندم، خیلی یک گناهی بدبختانه را این دادر ما صادر شده است. گناهش همین بود است که عائله حلال خود در جایی که خدا امر کرده است استفاده نمی برده است، فقط از جایی که ناجایز است و او را در اصطلاح ما مردم بچه بازی میگویند، لیواطه میگویند، فقط کارش همین بوده است. بار اول بسیار میگوید برای من درست بود. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. برای ما بندگانت نیکبختی و سعادت را و راحت و شرف و عزت را در آخرت نصیب بگردان و خدای ما را از عذاب دردناک نجات بده. خدایا ما را اهل مغفرت بگردان. خدایا جنت جاودانیت را برای ما امتان محمد صلی الله علیه و سلم اگرچه عبادت هامان خیلی کم است، پر از سهو و غلط است، خدای نصیب بگردان. خدای محبت ذات خودت، محبت حبیبت را در دل ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بگردان و این نعمت هدایت خدایا تا دم آخر همراه ما نگهدار. آمین یا رب العالمین. جمعه های گذشته برادرای عزیز و گرامی چگونه آگاهی دارید اطراف 4 ستاره درخشان طی چند ماه من برای شما صحبت داشتم. الحمدلله که ما از خدمت های خیلی با فیض و از حیات خیلی پر سعادتی این 4 یار پیغمبر خدا الحمدلله که مختصرم که بود آگاه شدیم، فهمیش پیدا کردیم و شناختیم که ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم کیها بودند، چیها خدمت کردند. هزارها شکر که ما از خدمت ایشان، از خود ایشان الحمدلله که آگاهی پیدا کردیم. فقط در آخر برای شما دادرای عزیز همین گفتنی هستم که حبیب خدا میگوید لا تسبوا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه رواه مسلم. حبیب خدا گفتند ای بندگان عصر 21، ای کسانی که در این زمان شما حیات به سر میبرید، زبانهاتان از ملامت صحابه های من دور نگه دارید. اطراف اصحاب من هیچ وقت تحقیر و دشنام راه ندهید. پیغمبر خدا گفتند اگر شما ای امتان
اشاره به سوی ما هست. اگر مثل کوی احد در راه خداوند از طلا اگر نفقه کنید، با یک مشت صدقه‌ای که اصحاب من کردن در ثواب برابر نمی شود. برای یک مشت. این بزرگی اصحاب پیغمبر خدا را دلالت می کند. در جامع ترمذی حدیث از پیغمبر خدا بیان می شود: الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی. تأکیدتان می کنم ای دوستای خدا، در حق اصحاب من از خدا بترسید. در حق اصحاب من، هم نشینهای من، هم عصر من که خیر امت قرنی، بهترین امت هم عصر من بودند، زبان دشنام و زبان حقارت را بندیم. لا تتخذوهم غرضا بعدی. حبیب خدا میگوید مبادا بعد سر من شما دشمن صحابه های من نشوید. فمن احبهم فبحب احبهم و من ابغضهم فببغض ابغضهم. کسی که اگر اصحاب مرا دوست می‌دارد به خاطر من دوست دارد. کسی که اگر اصحاب مرا بد می‌بیند همچنان است که برات مرا بد می‌بیند. و من آذاهم فقط آذانی. کسی که اصحاب مرا اگر آزار داد همچنان است که مرا آزار داده است. و من آذانی فقط از الله. کسی مرا آزار داد آزار الله است. حبیب خدا میگوید و من از الله، کسی اگر الله را آزار داد یوشک ان یأخذه، زود است که الله او را در عذاب خودش، در گرداب عذاب خودش تبدیلش میدهد. از این خاطر در آخر این قدر گفتنی هستم، ما نسبت اصحاب پیغمبر خدا گمانی نیک داریم. ما اصحاب پیغمبر خدا را همگیش دوست می‌داریم و از پروردگار مسئلت داریم که خدا برای ما آن توفیق و آن غیرت و آن نیکبختی که به اونها داده بود برای ما بندگانشم خدای مهربان نصیب گرداند. و دیگر اینکه برادرای عزیز و گرامی، این ماه ربیع الاول است. ماهی هست که در این ماه محمد زیبا، این معلم بشریت، به عرصه جهان قدم گذاشتند. مادرشان آمینه حکایت میکند که وقتی که این محمد از دامان من بیرون شد، زمانی که من محمد تولد کردم، مثل یک نوری که کاخ شام را روشنی میداد همچنان بود. الحمدلله که همون حبیب خدا، همون معلم بشریت در این ماه مبارک، در این ماه ربیع الاول و دنیا آمدند. همه شما را به این ماه مولود پیغمبر خدا تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند خواهان او هستم که خداوند این آن محبتی که حبیب خدا بر امتای خود داشت، آن دوستداری که حبیب خدا به امتانش داشت، اگرچه امروز ما نصف او را، ذره او را نسبت حبیب خدا شاید نداشته باشیم، خدایا محبت اون حضرت در دل ما باز هم جایگیر گرداند و ما را همیشه پایبند سنت های حبیبش گرداند. پیغمبری بود که خداوند در قرآن انا اعطیناک الکوثر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من برای تو کوثر را نصیب گردانیدم. حوضی که خیلی آبی خنک دارد، از شیرم سفیدتر است، از آب برف هم خنکتر است. حتی صاحبای تفسیر میگویند نوشیدن این آب از قیماق هم دیده ملایمتر است. خداوند این حوض کوثر، این آب کوثر برای امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب گردانید. پیغمبر ما و شما امت هستیم
که خدا در قرآن و رفعنا لک ذکرک میفرماید ای محمد آنچنان مرتبه و آنچنان بزرگی برای تو نصیب کردم که ذکر تو را در روی دنیا بلند گردانیدم. جبرائیل میگوید وقتی نزد حبیب خدا آمد و پرسید میدانی که و رفعنا لک ذکرک چی معنی دارد؟ گفت خدا داناست، نمیدانم چیست. گفت معناش این است که خدا میگوید نام حبیب محمد را همراه نام خودم قریب گردانیدم. هر جایی که نام من خوانده می شود در برابرش نام حبیب من محمد گرفته می شود. این معنای و رفعنا لک ذکرک. ببین ما از آن می دهیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. نام الله گرفته می شود، در پهلوش نام محمد صلی الله علیه و سلم گرفته می شود. حضرت سعدی می گوید نمیدانم کدامین سخن گویمت که بالاتری از آن چی گویمت. نمیدانم در وصف تو چگونه غزل ایجاد کنم، چگونه مناجات بیان کنم، زیرا هر چیزی که میگویم ای محمد تو از او بالا هستی. پیغمبر را ما و شما امت هستیم که حبیب خدا گفتند روز قیامت تمامی اهل جنتی ها 120 صف می شوند، 20 صفا 120 صف اهل جنت در روز قیامت می شود. عدد صف ها را خدا داناست چه مقدار است. 80 من هذه الامه. حبیب خدا گفت بزرگی من بینن ای امتان من که 80 صف همین 120 از امت من در روز قیامت است. 80 صف همین اهل جنتی ها از امت رسول اکرم است. انا همون شخص، انا همون معلم بشریت الحمدلله که در این ماه به دنیا آمده است. هر کدام تو می توانید که در نزد زن خود، فرزند خود، در خاندان خود برای پیشواز مولود پیغمبر خدا، برای این انسان با سعادت فرزندا را جمع کنیم، یک پیاله چای کنیم، از حیات پیغمبر خدا برای فرزنداتان رسانیم تا که شناسند که این محمد که امروز مردم برای او آب چشم میریزد این محمد کیست. به فرزندا شناس کنیم. خدا رحمت کند جلال الدین سیوطی را که حضرت چه عالم بزرگی بود، ثقه در حدیث بودند، محقق بودند، مفسر بودند. از ابن حجر عسقلانی خدا رحمتشان کند صاحب شرح صحیح بخاری فتح الباری حکایه میکند که ابن حجر عسقلانی گفتند جشن مولود پیغمبر خدا را من از حدیثهای صحیح بخاری و مسلم استخراج کردم. گفتند چگونه؟ گفتند وقتی پیغمبر خدا مدینه آمدن، این حدیث در بخاری و در مسلم روایت می شود، وقتی به مدینه آمدن حبیب خدا یهودی ها را دید که روزدار هستند. گفت برای چی شما روزه دارین؟ 10 ماه محرم بود. گفت امروز روز هست که حضرت موسی بالای فرعون غلبه کرد، خداوند فرعون همراه قومش هلاک کرد و موسی را نجات داد. ما برای خاطر این روز خوب، این روز نیک، امروز را روزه گرفتیم. حبیب خدا میگه وقتی این سخن از یهودی ها شنید گفت آگاه باشید ای امتان من بر موسی از این قومش دیدن نزدیکتر هستم. منم امروز را برای شما روز روزه اعلان میکنم. شما هم گو روز 10 ماه محرم روزه گیرید به خاطر برادر ما موسی در این روز فتح و ظفر از جانب خدا دید و اگر سال دیگر زنده باشون 9 ماه محرم هم روزه میگیرم. ابن حجر عسقلانی میگوید وقتی که برای یک روز فتح موسی مردم اون روزه که گرفت، ما چگونه برای روز ولادت حبیب خدا جشن نگیریم؟ روزی که پیغمبر خدا به این
عرصه دنیا قدم زد. شخصی که خداوند یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ببین این ندای کرامت در سوره احزاب پروردگار به حبیبش چی میگوید؟ برای این گونه شخص ابن حجر اسقلانی گفت چگونه من پیشواز نگیرم، چگونه این کس در حقش گفت من معرکه تشکیل نکنم، چگونه یادآوری از این حضرت نکنم که خداوند در قرآن به ندای کرامت او را میگوید ای نبی من، ای محمد، این ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما فرستادیم تو را به سوی این بندگان شاهد، مبشر، نذیر. شاهد فرستادیم برای تا که در روز قیامت تکذیب و تصدیق امت تو شاهد باشی. ما تو را مبشر روان کردیم، بندگان ما را بشارت به جنت ده که خداوند برای اینها جنتی که پر از ناز و نعمت است آماده کرده است، منتظر ما بندگان است کدام ساعت خدا جان ما را قبض میکند و ما وارد او جنتی جاویدانی شویم. خدا گفت با او بندگان من خبر دی. و نذیرا، ای محمد ما تو را نذیر فرستادیم. نذیر ترساننده از عقوبت پروردگار. و بندگان من برسان که اگر از اطاعت خداوند روی گردانن عذاب پروردگار بسیار سخت است. برای اونها بگو در دوام و داعیا الی الله باذنه، تو به فرمان پروردگارت بندگان مرا به سوی من دعوت بنما. در آخر چی گفت الله نسبت محمد؟ و سراجا منیرا. ای محمد تو چراغ هستی که اصلا خاموش نمیشوی. منیر اینجا تأکید است، چراغی که تا روز قیامت خاموش نمیشود. ببین چقدر دشمن ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا کرد. امشب اگر شما برنامه یورانیوس تماشا کرده باشید، من تماشا کردم، همون ژورنالیستی نیدرلندی که نسبت پیغمبر خدا کاریکاتوره ها کرده بود، یک کینای دیگه هم نسبت همین قرآن نسبت رسول اکرم ترتیب داد که بسیار یک کینای خیلی بدبختانه بود است. سرورای همون دولت به خلاصه آمدن که نشان ندید که نفرت مسلمانان نسبت دولت ما زیاد بشود. این گونه بدبختا تا روز قیامت نسبت حبیب خدا دشمنی میکنند، لیکن الله از بالا خبر داد ای محمد تو پروا نکن اگر تمام دنیا نسبت تو بدبینی دارن. و سراجا منیرا، تو چراغ هستی که اصلا خاموش نمیشوی. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی مقابل محمد مبارزه میبرد، کسی محمد را بد میبیند، کسی این کتاب برای تربیه بشریت کاریکاتور میکند و خود شرمنده میشود. هیچ وقت انشاءالله اینا فتح و ظفر نمیبیند. خداوند هم تا گفت و سراجا منیرا، تو چراغ هستی که تا روز قیامت خاموش نمیشوی. مفسرای قرآن گفتن ببین خدا و جعلنا سراجا وهاجا در سوره نبأ، سوره عما یتساءلون میخوانیم از پاره 30، خدا در اینجا چی گفت؟ گردانیدیم آفتاب را هم سراج. ببین خداوند آفتاب هم چراغ گفت. مفسرها میگن اگر آفتاب چراغ آسمان باشد، محمد چراغ زمین است. اگر آفتاب چراغ دنیا باشد، محمد چراغ دین است. اگر آفتاب چراغ آب و گل و درخت و زمین باشد، محمد چراغ دل و جان است. اگر به طلوع این آفتاب مفسرای قرآن بگویند دنیا روشن شود، با آمدن محمد کفر و ضلالت و جهالت از روی دنیا همش خاموش شدند. الحمدلله این گونه شخص در این ماه به دنیا آمد. به این خاطر خدا رحمتش کند صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی، نام حضرت اصلش احمد ابن علی بودند، با ابن حجر اسقلانی در روی دنیا معروف است. گفتند من از این حدیث پیغمبر خدا استخراج میکنم که شما مولود پیغمبر خدا را
جشن گیرید، قبول داشته باشید. شما را به این ماه و به این روز تبریک و تهنیت میگویم. موضوع امروزه ما انشاءالله ما خدا خواسته باشد یک روز مصلحت کنیم، حضرت ها قدی دامله ها قدی یک روز خدا خواسته باشد روزی یادآوری از تاریخ حبیب خدا، از چگونه نسبت امت مهربان بود، چه روزهای سختی را حضرت از سر گذرانید. برای شما خدا خواسته باشد در حضور دامله هایی که انشاءالله من صحبت میکنم همراه اونها، البته یک مجلس یک روز جمعت خدا خواسته باشد برپا میکنیم اگر حیات باشیم. امروز باشد یک چند سوال هایی که برادرها فرستادن پاسخی و انتظارن، همین ها را برای شما جواب میگویم. من گفته بودم که همین مکتوب هاتون خواهش داشتم خیلی کوتاه کنید، همون سوالتون نویسید بس است. خیلی بعضی هاش که تا شرح ندهند مقصد معنای همون سوال نمی براید میلش، لیکن همونایش که بعضی وصف میکنین دیگر باور کنید ما اون قدر وصفی که شما میکنین ارزنده اون نیستیم. خدا شما را نگه دارد، خدا شما را همیشه در حفظ امانش نگه دارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم دامنای محترم. من از بحر خدا از شما همچون شخص پیشوا برای گناههای کرده خود مدد می طلبم، چون این گناه ها را اکثریت جوانان نادانسته می کنند، بعد پشیمان می شوند. برای همین از شما داملای عزیز، برای شخصانی که چون این گناه کردن می کنند یا کردنی هستند مصلحت می پرسم. این برادر من مکتوبش خواندم، خیلی یک گناهی بدبختانه را این دادر ما صادر شده است. حق و رحمت پروردگار وسیعتر است. بنده وقتی که رجوع به سوی خدا کند الله او را می بخشد. مقصد این جوان دادرای عزیز، من زبان من نمی گردد راستی بار برای شما بیان کنم، زیرا شاید آینده ها صدای مرا بعضی از برادرها اگر گوش اندازن و گویند. مقصد این حاجی مرزا در برآمدش این سخن قبیح استفاده بود، لیکن برای خاطری که اصلاح دیگر جوان ها شود مجبور شدم که این سخن به سمع شما رسانم. اینجا این دادر خیلی آدم ایماندار بود است که بیان کرده است، توبه کرده است و گناهش همین بود است که عائله حلال خود در جایی که خدا امر کرده است استفاده نمی برده است، فقط از جایی که ناجایز است و او را در اصطلاح ما مردم بچه بازی میگویند، لیواطه میگویند، فقط کارش همین بوده است. بار اول بسیار میگوید برای من درست بود، حس میکردم زیرا که من یک بار از زبان شما شنیده بودم که نسبت لیواطه شما یک برآمدم داشته بودین، لیکن مرا بسیار شیطان وسواس کرد و همین کار را چنگ زدم، لیکن بعدم پشیمانم که شدم باز این کار این عمل زشت دوام دادن گرفتم. عاقبت روز به خود آمدم و گفتم که روز از روزا اگر جان به حق تسلیم کنم با همین فعل بدی خود با خدای خود رو برو شوم چی جواب میگفته باشم. و این روز داملا توبه کردم و اصلا دیگر به این گناه زشت نزدیک نمی شوم. آیا زن من طلاق شده است یا نشده است؟ البته زن تو طلاق نشده است، لیکن خدا رحمت کند برادرای ما را داملاهای پیشینه که حتی که اگر زن از قسمی پسی او دشنام میدادن میگو زن طلاق شده است. ببین به خاطر چی میگفتن؟ به خاطر که این عمل بسیار عمل بد دیده شده در نزد خداست. ولی با کردنش که انسان چقدر مرتکب گناه شود، و دشنام دادن انسان در نزد پروردگار در یک گناه کلان چنگ میزند. به این خاطر دادر عزیز و کسانی که اگر خدای نکرده مبتلای این عمل باشند، حتی یک برادرم او روز به من زنگ زد، جوان بود به خدا قسم،
گفت که خواهش دارم همین سوالم برای من جواب گو که هر دو مثال گویم دو رفیق بودند که با یکدیگر این عمل زیست در پنهانی انجام میدادند. داملا چیکار کنیم؟ اگر توبه کنیم از صدق خدا ما را میبخشد یا نمیبخشد؟ از صدق توبه کنیم دادار عزیز خدا میبخشد. خداوند این عیبه که هم شرمندگی دنیا و آخرت است، اگر تو از صدق توبه کنی خداوند روز قیامت این عیب تو را پرده پوش میکند، برای کسی خبرش نمیدهد، به شرطی که اگر تو از صدق توبه کنی دادر عزیز. این عملها دا برادرای عزیز و گرامی نزدیک نشوید. این عملها دا کسانی نزدیک میشوند که خدا را نمیشناسند، بر حبیب خدا محبت ندارند، ایمان ندارند، توفیق ندارند. آدم ایماندار و آدم خدا ترس و آدم مسجدی اگر به این عمل چند زند، حساب کنید که عذاب شما 10 چند و 100 چند در پیش خدا است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم برادر عزیز. شیرین سخن حاجی مرزا. من یک مخلص دوست خالصی شما، هر یک سخن و حدیث شما در بیانی در بین خلق حرف میزنید، به من و 4 دخترم در راه خدا و رسول او تأثیر خود را میرساند و ما حقوق زن بودن خود را در اسلام میفهمیم. هر یک سبت شما را گوش کرده من از قصه های حضرت عمر خود باشد با خبر شدم و در سیمای شما صورت همین یاری با صفا را میبینم و شاد میگردم که راه حق تعالی را به ما ساده کرده میفهمونید. میخواهم این دوستی ما و شما همچون اپا و دادر ابدی باشد و ما دست دعا به سوی خدا عز و جل میبرداریم که این آواز شیرین شما تا به فلک رسد. همچون شما در کولاب زمین صف جوانان زیاد شود. سوال دارم دادر عزیز، آیا راست است که خیری دختر بعد سر پدر و مادر قبول نمی شود؟ به ما روشنی اندازید. با سلام اپای شما اپای زیبا. خیر چه از زن باشد چه از مرد باشد پیشگاه خدا در قبول هستند، زیرا در حدیث پیغمبر خدا تصدقنا و اکثرنا من الاستغفار، حبیب خدا به زنها مراجعت میکند صدقه کنید و طلب مغفرت به سوی پروردگار زیاد کنید. مقصد اگر شما زنهای با شوهر باشین، هر خیری که از خاندان شوهر میخواهید کنید با اجازت شوهر کنید، انشاءالله ثوابش هم به شوهر تو هم به شما میرسد. اگر به شوهر باشید شما شرایطاتون میرسیدگی باشد، پدرت میگذارد مادرت میگذارد با که ندارد، شما صدقه کنید صدقه شما را خدا قبول میگرداند. این معنی ندارد که زنی که به پدر باشد و به مادر باشد صدقه او قبول نمیشد، نه، بلکه زنی که اگر صاحب عیال باشد و شوهر ندارد لیکن دست رسان ندارد، خرج کرده و مردم اگر برای روح شوهر صدقه کند، انا این صدقه در پیشگاه خدا هیچ ارزش ندارد، زیرا اون مبلغی که برای دیگرها میکنی برای همون فرزندها تا تربیه فرزند شکم فرزند خودت صرفش کن، انشاءالله پیشگاه خدا در تو اجر و پاداش میگیری. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین جواب گردانید. نمازهای قضایی گذشته را با سوره خواندن لازم یا اینکه بی سوره اگر 4 رکعته باشد؟ این چنین نماز ویتری واجب. سوره های نمازهای قضایی گذشته را مثل خودش خوانیم، همون 4 رکعتش 2 تا با سوره 2 تا بی سوره، 3 رکعته ها را 2 تا با سوره 1 تا بی سوره، چه از ویتری واجب هم که باشد. فقط اینجا در با سوره گفتن زمانی که آدم میگه اگر یادش سال قضایی دارم، مقصد سال گم کردگی است، وقت گم کردگی است. اینجا بعد خدا رحمت شند صاحب
فتاوای خلاصه را میگه که به سوره خوانند. اگر مثال زیادی هم که خواندن هم وقت نماز نافله به سوره می شود، زیادی خوان از نافله حساب می شود. این هم در پیشگاه خدا باز گویم که فضیلت و بزرگی این آدم بلند می کند. دوم، هنگام نماز خواندن کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در همه سوره ها خوانده می شود یا نه؟ شما می توانید که بسم الله الرحمن الرحیم قبل هر یک سوره فاتحه گویید. پیش از سوره فاتحه را الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سر کردن بسم الله الرحمن الرحیم گویید و بعد خوانید. پیش از سوره خواندن بسم الله در ما و شما در مذهب ما نیست. سوم، هنگام راه گشتن، کار کردن یا در جایگاه خواب سوره یا صلوات خواندن ممکن است؟ التماس با سوال ما امروز جواب گردانید. بله برادر عزیز، چی در راه باشین، چی سواره باشین، چی پیاده باشین، چی خواب باشین، شما می توانین که آیت های قرآن، صلوات هایی که بر حبیب خدا می فرستین خواندن گیرید، روان کردن گیرید، باکی ندارد. حتی اگر شما به طهارت هم که باشید شما می توانید که فقط به طهارت قطیدن گوییم با قرآن اجازت نیست. لا یمسه الا المطهرون. مثلا این قرآن کسی میساز کردن نمیتواند تا اگر صاحب طهارت نباشد. لیکن به طهارت شما میتوانید که چیکار کنین؟ آیات های قرآن خوانید، با زبانتان خوانید، برای وقتان اگر راه